توی 26 می سال 2023 توی یکی از مزارع کشور کامبوج یه اتفاق فوق‌العاده ترسناک میفته برای این کشاورز، یعنی لوآن نام، که توی مزرعه خودش محصولی مثل برنج، جو یا حتی گندم کشت نمی‌کرد، بلکه یکی از مرگبارترین حیوانات دنیا رو اونجا پرورش میداد. و متاسفانه به خاطر یک بی‌احتیاطی به یه سرنوشت فوق‌العاده ترسناک مبتلا میشه. مطمئن شین که تا آخر ویدیو رو تماشا میکنید، چون قرار جزئیات ترسناکی رو بشنوید. وقتی توی نگاه اول به کشاورزی فکر میکنیم، یه سری زمین زراعی گندم یا یه گله گوسفند رو تصور میکنیم. اما توی یه سری از جاهای دنیا آدما کروکودیل پرورش میدن. شاید توی نگاه اول این موضوع یکم ترسناک به نظر برسه، اما به خاطر گوشت، پوست یا حتی تخم این حیوونا اونا خیلی با ارزش به حساب میان، به خصوص توی کشوری مثل کامبوج که تجارت اونا خیلی رونق زیادی داره. اما برخلاف پرورش حیوانایی مثل گاو یا حتی گوسفند، پرورش این حیوونا خیلی فرق داره و به معنای واقعی مرگباره. چون وقتی شما دارین به اونا غذا میدین، این حیوونا شما رو به چشم تومه میبینن. به همین خاطر برای زنده موندن نیازه که حتما شما آدم سرسختی باشین، چون یه حرکت اشتباه میتونه زندگی شما رو برای همیشه تموم کنه. لوآن هم یه آدم خیلی با تجربه توی این تجارت بود. اون 72 سالش بود و بیش از 40 کروکودیل رو توی مزرعه خودش پرورش میداد. البته باید بهتون بگم که توی کشور کامبوج بیش از 900 مزرعه کروکودیل وجود داره که مزرعه این مرد توی شهر سیام رود بود، یعنی دومین شهر بزرگ کامبوج. 60% جمعیت کل کروکودیل ها توی این منطقه زندگی میکنن که یه موضوع ترسناک برای یک شهر. دلیل جمعیت زیادشون هم اینه که آب و هوای این منطقه برای این حیوونا خیلی معتدله. البته باید بهتون بگم که برای نگهداریشون، چون اونا خودشون خیلی خوششون نمیاد که توی این محوطه ها زندگی کنن. تمساح‌های آبشور از معروف‌ترین نوع گونه تمساح‌ها توی این منطقه ان و کشورهای مثل چین یا تایوان از بزرگترین مشتریای گوشت یا پوست کروکودیلان. نه تنها از گوشت این حیوونا برای خوردن استفاده میکنن، بلکه جنبه دارویی هم داره و فقط کافیه یه سرچ ساده تو اینترنت بزنین تا از خواص دارویی این گوشت باخبر بشین. سالانه میلیون‌ها پوست تمساح به سراسر دنیا صادر میشه و یه جورایی به صنعت مد و فشن هم وارد شدن. آدمایی که معمولا این پوستا رو میفروشن انتظار اینو دارن که 2 برابر قیمتی که اونو خریدن بتونن اونو معامله و به فروش برسونن و یه جورایی این محصول خیلی گرون به حساب میاد. برای مثال کیف‌ها و چرمایی که با پوست تمساح معمولا ساخته میشه رو خیلی قشرهای کمی از جامعه قدرت خریدشو دارن. این حیوونا برای محافظت معمولا توی یه سری محفظه‌های بتونی نگهداری میشن و ماهی جزو غذای اصلی اوناست و متاسفانه میشه گفت یه زندگی فلاکتبار رو تجربه میکنن. لوآن هم به خاطر تجربه بالایی که داشت از خطر این حیوونا آگاه بود. حتی چند بارم توی خطر مرگ قرار گرفته بود. اون به خوبی میدونست که نگه داشتن همچین حیوانای باهوشی توی همچین مکان زجرآوری چقدر میتونه اونا رو عصبی تر کنه. اما به هر حال این کارش بود و پرورش تمساح یه عمل کاملا طبیعی بود، اونم توی همچین کشوری. مزرعه اون یه حیاط بزرگ بتونی بود که دور تا دورش بسته بود و وسطش یه استخر مستطیلی شکل قرار داشت که این حیوونا میتونستن وارد آب شن و خودشونو خنک کنن. با توجه به اینکه دور تا دور اون بسته بود، لوآن یه مسیر ارتباطی برای خودش ساخته بود که میتونست از طریق اون به این حیوونا غذا بده. اما این مسیر ارتباطی یکم ترسناک بود، چون یه لغزش میتونست به یک مرگ دردناک منجر بشه. اونا معمولاً هفته 1 بار غذا میخوردن. البته این برای کروکودیل‌های بالغه. اونایی که کم سن‌ترن معمولاً روزانه غذا میخوردن. غذاشون هم که ماهی بود که خیلی برای مزرعه دارا ارزون در میومد. به محض اینکه غذا به درون محوطه میافتاد، آب به جریان در میومد. این تمساح‌ها از سر و گردن هم بالا میرفتن برای غذا. لوآن یه مکان فلزی رو برای کروکودیل‌های ماده ساخته بود که اونا میتونستن واردش شن و با خیال راحت اونجا تخم‌گذاری کنن. این تخما خیلی با ارزشن و لوآن هم معمولاً اونا رو به کشاورزا یا چینیا میفروخت. اما یه چیز جالب که این وسط وجود داشت این بود که برداشتن این تخما کار هر کسی نبود، چون اگر یکم به اونا نزدیک میشدی مادرشون شما رو به چشم یک تهدید میدید و حتی ممکنه بهتون حمله هم کنه. لوآن هم با یک چوب معمولاً فاصله خودش رو با این هیوله‌ها حفظ میکرد، چون یه گاز از آرواره این حیوونا میتونه کار شما رو تموم کنه.
توی می سال 2023 لوان هم طبق روال همیشه به مزرعه رسیده بود. خانواده‌اش به اون التماس می‌کردن که بیخیال این کار شه، چون به خوبی از خطر اون کار باخبر بودن. علاوه بر همه اینا آینده خوبی هم نداشت، چون به خاطر کاهش تقاضا از کشورهای همسایه قیمت این پوستا هم داشت کمتر و کمتر میشد. اما رها کردن همچین شغلی، اونم توی همچین سنی، خیلی برای لوان کار راحتی نبود، به خصوص موقعی که اون قرار بود ارتقای شغلی دریافت کنه. کروکودیلای ماده قبلا به قیمتی بین 500 یا 600 دلار ارزش داشتن، اما با گذشت زمان قیمت اونا یه افت شدید پیدا میکنه، طوری که حتی به 150 دلار هم میرسه برای هر ماده، که یک کاهش قیمت خیلی شدید به حساب میاد. بیاین وقت رو تلف نکنیم و بریم سراغ حادثه. توی صبح روز 26م لوان داشت میرفت به سمت قفس یکی از کروکودیلای ماده، درست موقعی که اون کنار تخماش خوابیده بود و از اونا محافظت میکرد. این حیوونا بین 20 تا 60 تا تخم میذارن که همه این فرایند بین ماه فوریه و می اتفاق میافتاد. البته باید بهتون بگم که اونا ارزش خیلی زیادی ندارن و ممکنه حتی هر نوزاد با 2 دلار هم فروخته شه. اما این موضوع اون روز برای لوان مهم نبود و اون میخواست هر طوری که شده از سلامت نوزادهای خودش مطمئن شه. به همین خاطر میره به سمت در فلزی. اون از بالا داشت نگاه میکرد که ببینه توی محفظه چه خبره. هر چقدر بیشتر به این کروکودیل ماده نزدیک میشد، این حیوان بیشتر حواسش رو جمع میکرد. این مرد داشت به خوبی دندونای تیز این موجود رو میدید و با چوبش به کمر اون میزد تا جابجا شه. این کروکودیل داشت کم کم عصبی میشد، اما خوشبختانه لوان موفق میشه که اونو به بیرون دروازه ها راهنمایی کنه. اما درست همون موقعی که داشت به در دروازه میرسید، یهو به سمت لوان حمله میکنه. این مرد هم متاسفانه فاصلش با این حیوان کم بود. به سرعت لوان چوب خودشو میگیره به سمت این کروکودیل، اما متاسفانه چوبش با استفاده از آرواره‌های این حیوان خورد میشه. لوان خیلی زود دست و پای خودشو گم میکنه. اون تا به حال ندیده بود یک کروکودیل اینطوری از این منطقه بیاد بالا و حمله کنه. همینجا بود که یک اتفاق فوق ترسناک میفته. این کروکودیل پای لوانو میگیره و این مرد متاسفانه تعادل خودشو از دست میده و از بالا میفته پایین. حالا کجا میفته؟ اون دقیقاً میفته توی استخری که خودش برای این حیوونا ساخته بود. مکانی پر از آب که کلی کروکودیل گرسنه داخلش زندگی میکنن. لوان آروم آروم خودشو از آب فاصله میده. اون هیچ وقت تا به حال توی زندگیش این قدر نترسیده بود. همه کروکودیل‌ها چشماشون رو روی این کشاورز قفل میکنن. لوان سعی میکنه آروم حرکت کنه، اما از دور داشت میدید که این حیوونا از سر و گردن هم دارن بالا میرن تا به سمت غذا هجوم بیارن. پاهاشون به سرعت حرکت میکرد و دمهاشون به این طرف و اون طرف میچرخید. هرچی بیشتر نزدیک میشدن دهانشون بازتر میشد. لوان داشت به عقب میرفت، اما معلوم نبود که به کجا میخواد فرار کنه. اصلا راه فراری هم نبود. همینطور که داشت میرفت عقب، یهو یکی از کروکودیلا پای اونو میگیره و لوان رو به این طرف و اون طرف میچرخونه. اون سعی میکرد خودشو آزاد کنه، اما درست همین موقع یک کروکودیل دیگه هم میاد جلو. این بار اون میره به سمت دست لوان و دست این مرد رو از بدنش جدا میکنه. قدرت آرواره‌های این حیوونا دیوانه‌واره و مثل یک ماشین کشتار داشتن عمل میکردن. خون توی سراسر این استخر ریخته شده بود، اما متاسفانه هیچ کس اون اطراف نبود که بتونه گریه های لوان رو بشنوه یا حتی از این حادثه ترسناک با خبر شه. اگرم بود کاری از دستش بر نمی اومد. میخواست اصلاً چیکار کنه؟ لوان با تنها دستش داشت مبارزه میکرد، اما جونی توی بدنش نمونده بود و به خاطر خونی که داشت به سرعت از دست میداد یه جورایی داشت لحظات آخر زندگیشو سپری میکرد. کروکودیلای دیگه هم اضافه میشن. اونا لوان رو از کمرش میگیرن و این مرد رو یه جورایی زجرکش داشتن میکردن. مرگی که با درد زیادی همراه بود. اما این شغلی بود که خود لوان انتخاب کرده بود و الانم داشت تاوان کارشو پس میداد. این مرد از دهان یک کروکودیل خارج میشد و میافتاد دست اون یکی. بیش از 30 هیولا داشتن از لوان تغذیه میکردن و هر کدوم یه بخشی از بدن اونو از جاش میکندن. لوان توی این بخش دیگه داشت کم کم هوشیاری خودش رو از دست میداد. اون به زیر آب میرفت و برمیگشت بالا. مرگی که حتی توی خوابش هم نمیخواست اونو تجربه کنه، چون علاوه بر درد این موضوع به مقدار زیادی هم ترسناک بود. دیدن اینکه 40 کروکودیل دارن به سمتت هجوم میارن صحنه‌ای که هیچ کس نمیخواد توی زندگیش تجربه کنه و سرانجام این نبرد دردناک به پایان میرسه. لوان تسلیم میشه.
نه که اون میخواست، بلکه مجبور بود. تا همونجا هم خوب دووم آورده بود. بقایای بدن این مرد روی آب شناور میشه و خون دور تا دور این محفظه رو میگیره. یکی از دردناکترین اتفاقاتی بود که تا به حال افتاده بود. یکی از کروکودیل‌ها بدن لوآن رو میکشه به قسمت خشک این استخر و این موقع همون موقعی بود که یکی از همکارای لوآن به محل میرسه. اون دستش رو از دست داده بود و جای جای بدنش تیکه تیکه شده بود. به سرعت این مرد با اورژانس تماس میگیره، اما چه فایده‌ای داشت؟ اونا چه کاری اصلا از دستشون برمی اومد؟ بدن بیجون لوآن توسط این خزنده احاطه شده بود. حتی بیرون آوردن اونم یه دردسر دیگه ای بود، چون هر بار که آدمای اونجا میخواستن به جسد نزدیک شن، این کروکودیل‌ها اجازه این کارو نمیدادن. یکی از کروکودیل‌ها چندین متر اونورتر خوابیده بود و یه جسمی هم توی دهانش داشت. این جسم یکی از صندل‌های لوآن بود که این کروکودیل اونو نگه داشته بود و یه جورایی یادآور این حادثه ترسناک شده بود. معمولاً وقتی به این نوع مزارع آدما سر میزنن میتونن به خوبی متوجه شن که حادثه‌ای نمیتونه توی این مکان‌ها اتفاق بیفته به خاطر امنیت بالایی که داره. اما متاسفانه درست 4 سال قبل یه حادثه درست مثل همین برای یک دختر بچه توی همین روستا اتفاق میفته که متاسفانه اون جلوی خانواده‌اش توسط این کروکودیل‌ها به قتل میرسه. البته این امنیتی هم که من راجبش حرف زدم شامل بخش اندکی از این مزارع میشه و خیلی هاش درست همونطور که روی تصویر میبینید از امنیت بالایی برخوردار نیستن. زمان زیادی طول کشید تا مقامات بتونن اونو از استخر خارج کنن، اما بالاخره تونستن. این ویدیویی هم که دارید میبینید ویدیوی اصلی خارج شدن جسد لوآن از این استخره که متاسفانه من باید با سانسور بهتون نشون بدم. بعد از خارج شدن جسد لوآن خانواده اون مجبور بودن که برای پدرشون مراسم تشییع بگیرن. خانواده‌ای که دیگه هیچ وقت قرار نبود به حالت عادی برگرده. اونا سالها پیش داشتن التماس پدرشون میکردن که این مزرعه رو بفروشه و حالا همین مزرعه جون اونو ازش گرفته بود. بعدا این خانواده مزرعه با تموم کروکودیل‌هاشو میفروشه، کاری که خود لوآن باید سالها پیش انجام میداد. اگرم از این ویدیو خوشتون اومد میتونید روی ویدیویی که روی تصویر بهتون پیشنهاد داده میشه کلیک کنید. مرسی بابت نگاهتون رفقا.